سلام و احترام به همه بینندگان عزیز. امروز در ادامه سفرهای غذاییمان می‌خواهیم یکی از غذاهای اصیل، دیرینه و بسیار محبوب منطقه را معرفی کنیم. غذایی که نه فقط یک وعده خوراکی بلکه بخشی از حافظه جمعی، مهمان نوازی و فرهنگ خانواده های ما است. پاچه پلو. پاچه پلو از آن غذاهایی است که نسل‌ها انتقال یافته. مادر بزرگ‌ها، مادرها تا حالا که ما آن را در خانه، مهمانی‌ها و حتی سفره‌های خاص می‌بینیم. در فرهنگ ما غذا فقط سیر شدن نیست، نوع احترام، محبت و گرد همایی است. و پاچه پلو دقیقاً همین را نشان می‌دهد. صبری که در پختش لازم است، آرامشی که در بوی عطرش جریان پیدا می‌کند و لذتی که در سفره گرم خانواده هم تجربه می‌شود. برای شروع پاچه ها را با دقت می شوییم. این مرحله عشق و تحمل می خواهد. در ادامه پاچه ها را چند دقیقه با آب و کمی سرکه می جوشانیم تا بوی اولیه‌اش گرفته شود. در یک دیگ بزرگ پیازهای میده شده را نرم می کنیم. این لحظه آغاز طعم‌سازی است. کمی زردچوبه برای رنگ طلایی و خوشبو شدنش، دارچین برای گرمی و حسالت و چند حبه سیر در فرهنگ ما همیشه نماد سلامتی و پاکی است. وقتی ترکیب ادویه و پیاز و پاچه در دیگ بوی خاص خودش را بلند می کند، آب را اضافه می کنیم. در این مرحله شعله را کم می کنیم و به پاچه اجازه می دهیم آرام آرام بپزد. 3 تا 4 ساعت زمان می برد، اما این غذا ارزش صبر کردن را دارد. در کنار پخت پاچه برنج را که همیشه نقش اصلی را روی سفره ما بازی می کند می شوییم و تر می کنیم. برنج در فرهنگ ما تنها یک دانه سفید نیست، جزء از سنت، میزبانی، احترام به مهمان و یک رکن ثابت در سفره های ما است.
وقتی پاچه ها پخته شدن نمک مقدار لازم می ریزیم. این آب اساره همه زحمت هاست. امین مایه باعث می شود پلو طعم عمیق، مقوی و فراموش نشدنی بگیرد. برنج را با همین آب روی حرارت مگذاریم. کم کم دانه ها جان می گیرند. عطر پاچه ها در هوا می پیچد و شعله آرام غذا را به نقطه توازن می رساند. برای خوشبوییش کمی زیره هم می پاشیم. بعد دم کنی مگذاریم و اجازه میدیم نیم ساعت استراحت کند در آرامش کامل. پاچه پلو ما هم آماده است. برنج را در ظرف دلخواه می کشیم. پاچه های نرم و پخته شده را کنار یا روی برنج قرار می دهیم. کنارش پیاز، سالاد یا لیموی تازه مگذاریم. نوش جان. پاچه پلو فقط یک غذا نیست. پله است میان نسل ها، یادگار خانه های قدیمی و بخشی از هویت آشپزی ما که ارزش ثبت، حفظ و انتقال دارد. امروز در این ولاگ تلاش کردیم نه تنها روش پخت بلکه داستان و روح این غذا را هم به شما نشان بدهیم. سپاس از شما که تا پایان همراه بودید. اگر علاقه دارید غذاهای سنتی بیشتری را معرفی کنیم، خوشحال میشم. در ادامه سفره‌های فرهنگی ما نیز با ما همراه باشید.